چرا در یک جوان در شرایط کنونی بی‌انگیزه شده؟ 2 اشغال در افغانستان صورت گرفت. حداقل در عمر ما شما جوانتر هستین. پیش از اشغالا ما ساختارهای تربیتی بومی داشتیم. دقیقاً در تربیت قبل از اشغال چی بود؟ شما چی را یافتین؟ تربیت قبل از اشغال در افغانستان تربیت اخلاق محور بود و آل ساحه تربیت ما کاملا انتقال شده به مادیات محور. چی نقاط مثبت را در جوانان افغانستان پیدا کردین و این نقاط مثبت در جوانان خارج از کشور و این کشورهایی که شما رفتین در وجود از آن نبود؟ جوانای ما یک امتیاز بسیار کلان که دارن، به اون اصطلاح عام بگویم سخت سر هستن. این خیلی امتیاز کلان است. در مقابل زندگی یک نگرش دارن که هر حالتی که بیای اینا خود از دست نمیتن. باز که من بیرون از افغانستان، اروپا، امریکا، استرالیا، اینجا که میرم جوانا رو میبینم، اونا بسیار نرم و ملایم شدن از لحاظ فکر، از لحاظ شخصیت، از لحاظ کردار. منظورتان این است که باید افکار خود اصلاح بکنن یا منظورتان این است که مکمل فکر نکنن؟ فکر تقریبا لغت یا حالت شدیداً مشابه با تشویش و اضطراب شده. جوانان امروز چرا بی‌انگیزه هستند؟ چگونه ما میتوانیم فکر جوانان امروز را آزاد بسازیم؟ در این برنامه مسیر روی حل این سوالات خواهیم پرداخت، ولی در نخست ویدیوی کوتاه. مهمان امروز برنامه مسیر جناب وحید رحیمدل، پژوهشگر اجتماعی هستند. رحیمدل صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه امروز مسیر. بخیر باشین، سلامت باشین. رحیمدل صاحب اگر در نخست یک معرفی کوتاهی از خود داشته باشین، البته هدفی است که مخاطبین بدانند که صحبت‌های کی قرار است بگیرن و جذب کنن. در سطح وظیفه از اونجا بگیریم که جوان‌ها معمولاً الگو ضرورت دارن. در سطح وظیفه تقریباً در چندین مملکت وظیفه داشتم. در داخل افغانستان هم تا چوکی معینیت کار کردیم. در سکتور مؤسسات چندین ریاست ها را داشتم، با رسانه ها کار کردیم. در ساحه ورزش کار کردیم. سفر بسیار زیاد داشتم، بیشتر از 50 مملکت سفر کردیم. تحصیلات در لندن تکمیل شده، اونجا باز وظیفه داشتم. روزگار دیدیم، تقریبا از نزدیک دیدیم، با مشکلات و با فراز و نشیبش دیدیم. به مخاطر شما که دعوت کردین که بیاین که گپ بزنیم با جوانا، گفتم چرا نه. سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. واقعا که خرسند هستیم. ما در کل قسمی که صحبت کردیم، محور بحث ما روی جوانان بیشتر میچرخه، بالخصوص انگیزه جوانان، چون ما فعلا در یک محیط زندگی میکنیم که را از وجود خود درک میکنیم که جوان بی‌انگیزه است، بی‌انگیزه شده. در اول میخوایم میره بپرسم چرا در یک جوان در شرایط کنونی بی‌انگیزه شده؟ البته دلایلش خب معلوم است، ولی باز هم اگر روی حل سوال بعداً بپرسیم، اول معلوم کنیم که مشکل اصلی در کجاست. خیلی خوب خود شد. مشکل اصلی صافی صاحب، خب زیاد طولانی نمیسازیمش. 2 اشغال در افغانستان صورت گرفت. حداقل در عمر ما شما جوانتر هستین. پیش از اشغالا ما ساختارهای تربیتی بومی داشتیم، چی در رستاها
و چی در شهرها. منطقه معلوم بود، همسایه معلوم بود، مسجد معلوم بود، مکتب معلوم بود، دکاندار پیش کوچه معلوم بود و اینا کلشون به شکل یک شبکه تربیتی. اگر مثلا در روستاها در قریجات برویم عین گپ بود، قریه معلوم بود، خانه معلوم بود، همسایه معلوم بود، مسجد معلوم بود، قبرستان معلوم بود، رسوم بود و این رسوم بدون از اینکه تدریس شود عملا انتقال می شد بر نسل بعدی و این تربیت متواتر انتقال شده بود. در اشغال ها یک چیزی که صورت گرفت که متاسفانه بسیار باعث بدبختی کلان شد بر ما و شما، مهاجرت های اجباری سر مردم تحمیل شد. در منطقه جنگ آمد، مجبور شد که فرار کنن، برای یاد یک ولایت دیگه یا پاکستان یا ایران یا جای دیگه. در اونجا ساختار تربیتی نداشتیم و تربیت ما متوجه باشین ساختاری بود، تربیت ما عقلی نبود که اینا تحلیل شده باشه و فلسفه ایجاد شده باشه. اگرچه مواد درسی داشتیم ولی شیوهش ساختاری بود. از بچه از پدر یاد میکرد و از این باز بچهش یاد میکرد، کاکا بیادرزاده یاد میداد، ماما خوارزاده یاد میداد. یک شکل اجتماعی بود. این شکل کاملا شکست. متاسفانه دولت هایی که در طول اینمی دو اشغال یا در بین دو اشغال ایجاد شد نیم و نیم کله، اینا نتونستن که ساختار تربیتی را دوباره احیا کنن. نه در قریجات تونستن که این چیز را ایجاد کنن، نه در شهرها ایجاد کنن. خب یکی مشکلشی بود که اشرافیت پیش از اشغال افغانستان اشرافیت اخلاقی بود. مردم های خوب مردم بلند میدید. باز اشرافیت هم بر هم خورد، اشرافیت زورگویی شد. کسی که زورمند بود او آدمی بود که در جامعه قابل احترام بود. بناهن بر تربیت کار نشد و شما خیر ببینین دوستایی که مثل شما هستن که دوباره اینمی موضوع را پس دوباره اینمی رقم جوانا و ملت، اینی چیزی که هستی دولتی نیست. دولت هنوز هم کم آورده در تربیت مردم، متوجه باشین کلش از یک سر. اینی چیزی را که شما این ابتکار جدید است. شبکه‌های یوتیوب و فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی، پادکاست داخل شد. من توقع دارم که باعث شود که ما پس صاحب تربیت شویم و متوجه باشین تربیت اساس برنامه است، تربیت اساس کامیابی است، تربیت اساس زندگی است. از هر جای زندگی از زیرش تربیت بکش میغلطه. آشفتگی ایجاد میشه، سراسیمگی ایجاد میشه، بیچارگی ایجاد میشه. جوانای ما ملامت نیستن ولی در یک چیزی که من کم ملامتشان میکنم، تنبلی را دیگه خوب شوقی شده جوانا و ابتکار نمیکنن. ولی چیزی که سر جامعه ما تحمیل شد خیلی کلانتر از این بود که جوانا رویش بگیره. اشغال آمد و همه چیزها را بر هم زد، شکستان ساختارهای تربیتی، ساختارهای اجتماعی را شکستان. بناهن ما فعلا میلیون ها جوان داریم که کسی ندارن که اونا را تربیت کنه، کسی ندارن که اونا را روند زندگی را برشان معرفی کنه که زندگی اینه قدر زیاد مغلق نسازش. و شما نقاط را گفتین که باعث بی‌انگیزگیشون شده. در طول این مدت شما با جوانای زیاد ملاقات داشتین و دیدین با چشم سر، چی نقاط مثبت را در جوانان افغانستان پیدا کردین و این نقاط مثبت در جوانان خارج از کشور و اگه کشورهایی که شما رفتین در وجود از آن نبود؟ سوال جالب است. این رقم تا سرش فکر نکردیم، امیالم فکر میکنم هم جواب میتونم. جوانای ما یک امتیاز بسیار کلان که دارن، به اون اصطلاح عام بگویم سخت سر هستن. این خیلی امتیاز کلان است. در مقابل زندگی یک نگرش دارن که هر حالتی که بیای اینا خود از دست نمیتن. بیرون باز که من بیرون از افغانستان، اروپا، امریکا، استرالیا، اینجا که میرم جوانا رو میبینم، اونا بسیار نرم و ملایم شدن از لحاظ فکر، از لحاظ شخصیت، از لحاظ کردار. و این آدمایی را که ما در این جوانایی را که ما در داخل افغانستان داریم، اگر از اینا کفالت درست صورت بگیره
زمینه رشد برشان ایجاد شود. جوان ما بسیار تشنه است بر رشد، بازو طرفایی گپ نیست، چون اونجا همی زندگی کلگی راحت مستریح روان است، یک مسیر خود مشخص میکنه میره. و جوان ما مبتکر است، چون محدود است، شرایط محدود است، فضا محدود است، مجبور است که ابتکار کنه به خاطر پیش بردن زندگی خانه، یک عاید داشته باشه، یک جایگاه داشته باشه. صدها رقم ابتکار میکنن و افغانستان جایی است که من ایره به اطمینان میگم جوانای ما اگر درست کفالت شوند ظرفیتشان در سطح دنیا بی‌نظیر است. ما دیدیم، شاهد هستین شما، جوانای ما که برآمد ساحه ورزش تسخیر کردن، کاملا نام بچه‌های افغان، نام خدا همینطور بلند شده روی است روز به روز. و نه تنهایی که با ورزش روی آوردن، ورزش در رده‌های بسیار بلندش دسترسی پیدا کردن، در درس همونطور، در تجارت همونطور. یک امتیازهای بسیار منحصر به فرد داریم، مبتکر هستن، سخت سر هستن و از کلش کدام مهم، با وجود از اینکه ساختارهای تربیتی ما که قبلا بود اونا شکستن، باز هم تربیت اجتماعی و بومی ما موجود است. با این تربیت اینا توسل دارن، یک جا هستن با این تربیت. این خیلی مهم است. شما از دو اشغال یاد کردین که در این دو اشغال از لحاظ تربیتی صدمه از زیاد بر جوانان افغانستان وارد شده. دقیقاً در تربیت قبل از اشغال چی بود؟ شما چی را یافتین که شما ایره میتونین تضمین بکنین که اگر او تربیت را پیش بگیرن، جوانای امروز میتونن با انگیزه پیش برن، شکست را قبول نکنن و در مقابل سختی ها ایستاده شون؟ خب ببینین، یکی تربیت است، یکی مهارت است. با اشغال ها مهارت ها آمد، متوجه باشین. ایترام نمیشه که ما مثلا خط بطلان کش کنیم بگیریم اشغال آمد کلی چیزا. همیشه اشغال که میاد یک چند امتیاز با خود میاره، غیر از اون مشکل میشه. تربیت قبل از اشغال در جامعه ما اگر از بزرگا پرسان کنیم و بشینیم امرشان قصه کنیم، تربیت قبل از اشغال در افغانستان تربیت اخلاق محور بود و آل ساحه تربیت ما کاملا انتقال شده به مادیات محور، منفعت محور. مادیات محور یا منفعت محور زندگی است که با این که مشکل ممکن نداشته باشه، خود تجربه زندگی بر خود فرد متشنج است. ساختار تربیتی اخلاقی مهم نیست که پول داشته باشی، مهم نیست خانه داشته باشی، مهم نیست لباس خوب پوشیده بتونی. تجربه زندگی در داخل ذهن خودت بسیار خوشایند می باشه، صلح داشته می باشی، آرامش داشته می باشی. و این متوجه باشین صافیس فعلا در جهان غرب، حالا فعلا تازه در افغانستان هم آمده، مثلا دیپرشن یا استراب که میگنش، استراب جهان غرب مثل سیلاب آمد و برد و غرق کرد. و دلیلش اینه می بود که ساختار تربیتی خیلی مادیات گرایی بود، معنویات را فراموش معنویات کاملا برآمده از ساختار تربیتی اشغالا که برام آورد. معنویات ناوردن، مهارت ها آوردن، اسباب آوردن و کوشش بری بود که ما هم مادیاتگرا شویم، که در مادیاتگرایی هم باید وضاحت داشته باشیم، مشکل کلان نیست، به شکلی که معنویات مکمل آدم دیگه سرش چلی پا کش نکنه. در ساختار پیش قبلی یا بومی ما، شما که از بدخشان گرفته تا هرات و از قندار گرفته تا مزار اگر کلش ما ببینیم خیلی مشابه بود. راستی بود، صداقت بود، میمان نوازی بود، زبان خلق نیک بود. اینی موضوعات بنیادی ما بود و اینا باعث این میشه که آدم صلح درونی پیدا کنه. صلح درونی که پیدا شد، باز خودت در مسیره که مثلا اگر میخوای که کامپیوتر ساینس بخوانی بسیار در رده های بالایش رسیده میتونی، چون خود شناخت در جهانبینی مادی شناس خود کم است.
شناس پدیده های بیرون از خودت زیاد است. موتر بخر، خانه بخر، لباس بخر، این بخر، آن بخر. زیاد دوش در جهان بیرون است. و در جهان بینی که ما داشتیم، جهان بینی بومی ما شما، نگرش درونی بود. سر اخلاقت کار میکردی، سر گفتارت کار میکردی، سر افکارت کار میکردی، سر نظافتت کار میکردی. و این چیزها را اگر بهتر بسازی، باز نفر مادیاتگرا اگر مسافه رسیدن با مادیات در 50 قدم طی کرده، بتونه خود در 10 قدم طی کرده میتونی، چون وضاحت بسیار بالا در ذهن ایجاد میشه. و شما برای جوانایی که فعلا شما را میبینن و بی انگیزه هستن، برای اینا چی توصیه هایی دارین؟ بیشتر کسایی، من یک تعداد را دیدیم که طرف معنویات هم رفتن، نیست که مکمل منفعتگرا باشن، طرف منافع مادی و اینا فقط رفته باشن در طول 20 سال، و یا هم فعلا و انگیزه خود از زاده باشه. کسایی هستن که معنویت محور هستن در زندگیشون، دنبال معنویت هستن، ولی باز هم یک مقدار از شرایط میرنجن، از شرایط قسم ساختهشون که دیگه انگیزه برای پیش بردن زندگی ندارن و انگیزه برای دوباره ساختن زندگی خود ندارن. بر اونا شما چی گفتنی دارین و چه نسخه را شما پیشنهاد میتین؟ من پیشنهاد میه صافی صاحب عادتهای خود دقیق مطالعه کنن. متوجه باشین انسان مخلوقی است که از روی عادتها پیش میره. همیشه مثلا ما مشکل فهم فعلا در این عصر تکنولوژی و عصر هوش مصنوعی مشکل فهم نداریم. سوال که جواب هست، در گوگل مندازی، در ای آی مندازی سوال و جواب. مشکل فهم نیست. جوانا کلشان میفهمند که من در کجا هستم. مشکل عادات است، مشکل همنشین است. اگر یک جوان واقعا از حالت خود رنج میبره، من برشان چند موضوع را پیشنهاد میکنم. مثلا اول همنشینای خود بررسی کنن. کلانا همیشه بر ما شما بگفته که همنشین نیک بشی. واقعا این بسیار مهم است. صافی صد الرجل علی دین خلیله، میگه یک نفر در دین دوست خود است. اگر دوستش در هر کاره بود یا مونه مکارمش آخر. اولین چیز دوستای خوب. دوست خوب چی است؟ دوستی که یک برنامه داشته باشه، زندگی داشته باشه، یک روزش تنظیم باشه. دوم دیگه ای عادتهای خود بررسی کنه. جوانو عادت مثلا زیاد اگر فکر میکنه، برای از ایوازش قدم بزنه. متوجه باشین زیاد فکر کردن معنویت نیست. بیکار شیشتن در خانه معنویت نیست. یک عضو بیفایده خانواده بودن معنویت نیست. معنویت ما درست باید بشناسیم. اگر کدام وقت شد بشینیم سرزو بحث داشته باشیم. ولی پیش از شروع برنامه ما شما سرزمی صحبت داشتیم که جوانا براون یک دو تا استاد بر خود بگیرن. بسیار مهم است. ما امی تربیت بومی ما شما میگه داشت مثلا مرشد یا استاد یا منتور، هر چیزی که نامشه، اصطلاحات نوش. منتور بگوی جوانا خوش میشن، مرشد بگوی میگه گپای سابقه را میگه. یک دو نفری رقم پیدا کنن. مثلا اساسی ترین کار ای است که اگر هیچ کار کردن نمیتونن، مثلا روز خود تنظیم کنن رو گرد 5 وقت نماز. 5 وقت نماز خود که در جماعت تانیستن که با پابندی بخوانن، بعد از دیگه برنامه خودش جای آیسته آیسته قدم به قدم جور می شود. جوانای ما مشکلی است که درگیر فکر می شوند. فکر خودش زایده بیکاری است. آدم که بیکار 6 تا یک جای مجبور است که فکر کنه، دیگه چیز نیست. باز اینا در فکر بر خود یک دنیا جور میکنن، دو دنیا گم میشون و باز پس میخوان که در فکر رو دنیا را پیدا کنن. نه، اصل قصه ای است امیر زنجیرک شکش کن برای بیرون. اگر وظیفه پیدا کردی خوب، اگر نکردی برو یک جای داوطلبانه کار کن. برو یک ریش سفید دستشه بگی. یک نفر بیرون برآمدن، در اجتماع برآمدن، در اجتماع نشست و برخاست کردن خیلی مهم است.
خود اینمی نگرش دلشکستگی یا امی که دیگه من انگیزه ندارم که دنیا رو، اینا اصلا صافه خداوند عفو کنه. باز وقت آدم الفاظ درشت میگه، میترسی که خداوند مرا امتحان نکنه سرزی، ولی در اصل اینمی الفاظ اینا سفسطه سرایی بیهوده است. آدمی که در خانه بیکار شیشته، او بر بیکاری خود دلیل جور میکنه و در او دلیل جور کردن ای به نحو میخوای که قهرمان قصه هم باشه. نه صافی صاحب، آدم بیکار قهرمان قصه نمیشه. قهرمان قصه زندگی خود اگر میشوی باید چیزی بکنی، باید حرکت برزو داشته باشی. بدون حرکت چیز نمیشوه. امی موضوع که یک چیز دیگر رو متوجه باشیم که بسیار مهم است، جوانای ما از فرهنگ جوانای غرب بسیار متأثر است. ساختار جامعه ما با ساختار جامعه غرب زمین تا آسمان فرق داره. اگر یک جوان ما میخواه که در داخل افغانستان، چی کابل، چی مزار، چی هرات، چی قندهار، چی جلال آباد، چی بدخشان، هر جایی که باشه، اگر در داخل این مملکت میخواه یک زندگی غربی بر خود بسازه، البته از لحاظ رسومش میگم، این مجبور است که افسرده باشه، چون او چیز ساخته نمیتونی. مملکت دو اشغال شکستان به می خاطر که نمیخواهند که زیاد انحراف افراطی کنن از مسیر خود. در ساختار خود، در جامعه خود متحرک شوند. حرکت قدم اولش است. از فکر، توسط فکر بیرون برآمده نمیتونی، چون اون فکر رام که میکنی که من چه قسم از فکر بیرون شدم، باز همون فکر است. حرکت کار است. بر جوان حرکت کردن فرض است، باید متحرک باشه، حتمی نیست که عاید داشته باشه. متوجه باشین جوانای ما فکر میکنه که پیشرفت وابسته به عاید است، تدبیر داشته باشه، امرار معیشت حتمی است، ولی رشد یک جوان حتمی نیست که در 1 سال برش پول بده، ممکن در 2 سال برش پول نده. مثال سادهش پونتون رفتن 3 سال میره پول میده نمیده، هنوز مصرف میکنی. اینی رقم سر چند موضوع اساسی جوانا باید فکر کنن و متحرک شوند. اگر ما یک چیز برشون بگیم و دوم دیگه ای که روزه بشناسن، از ساعتی که بیدار میشون تا ساعتی که خواب میشون، در حد نهاییش 16-17 ساعت یا 15 الی 17 ساعت بیدار میباشه جوان، دیگهش خواب. اینی 15 ساعت برنامه ریزی کنن. قدم اول چی است، قدم دوم چی است، قدم سوم چی است. رشد خود اندازه گیری کنن، پیمایش کنن. وقتی که یک جوان میبینه که خب مثلا مثال ساده ورزشی شروع میکنه، 5 سینه کشی کردن نمیتونه، 2 ماه پشت همی یک کار مفته، از 8:30 صبح تا 9 صبح ما باید نیم ساعت سینه کشی کنه، 2 ماه بعد 50 دانه سینه کشی میکنه. اینمی قدر توانمندی تاثیر میکنه سر مکمل روحی و روانش تاثیر میکنه که این من ظرفیت داشتم، من از اینجا بالا شدم، به این معنا که من میتونم. حالا اینمی موضوعی که بسیار ساده بود، 5 دانه سینه کشید 50 دانه رسید، حالا را میبرم در یک بخش دیگه داخل میکنم، مثلا در بخش تجارت، در بخش کسب، در بخش تحصیل، کارهای بسیار آسانه انجام بدن. جوانای ما متوجه باشین از فیلم ها متاثر شدن، به سطح بچه فیلم کارهای کلان مملکت و خصوصا مارول و دی سی باید کل کائنات نجات بدی، پیش فیلم ها خود یک قریه نجات میدادی، حالا باید کل کائنات نجات بدی. جوانا یک رقم داخل حقیقت و خیال گم شدن. چه حقیقت از چی خیال؟ گپ کارهای خرد، مثلا کلانایی که با دیسیپلین بودن، بوت نادرست بکش سرت صدا میکنه، میگه بوت صحیح نکشیدی. اونمو اصل تربیت است. اگر آدم میفهمه در عمر خود که امرای بوت خود چه قسم سلوک کنه، بسیار با تربیت است. اگر آدم میفهمه که دندان خود چه قسم نگاه کنه، بسیار با تربیت است. این موضوعات خرد و ریزه را پیش پا افتادن نگیره. باید جوانا خرد کاراست که زندگی را جور میکنه. او که مثلا در فیلمایی که تمثیل است و بر مبنای خیال است،
دنیا را نجات میده و شهر را نجات میده و قریه را نجات میده. او گپ اگر در زندگی آمد آیا آمادهش هستیم یا نیستیم قصه جداست، ولی از فیلم باید آدم اینقدر متاثر نشود که زندگی حقیقیش برهم بخوره. دقیقاً باید یک خط کش کنیم که از این به اون طرف سرگرمی از زندگی طرف است، برزی باید ما برنامه جور کنیم. رحیم دل صاحب، در مورد موضوع فیلم ها، در مورد موضوع صفحات اجتماعی و این موضوعات میاییم، ولی فعلا یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. آیا به دنبال یک برنامه جامع معلوماتی هستید؟ آیا می خواهید از 0 تا 100 پیشرفت بشر را زیر ذره بین ببینید؟ آیا سوالهای مبهم در ذهنتان درباره تکنولوژی، ساخت و ساز، هوش مصنوعی و تکنولوژی طبی مانده است؟ پس با ما باشید در برنامه آگاهی. برنامه آگاهی پل است میان شما، علم فناوری و پیشرفت بشریت از دهه‌های اخیر تا امروز. آگاهی، چهارشنبه شبها ساعت 8:30. بزم رفاقت، یکشنبه شبها ساعت 10. آیا دوست دارید به جهان کتاب سیر و سفر داشته باشید؟ و یا کتاب‌های دارید که هنوز مفاهیم و نویسنده آن برایتان مبهم است؟ آیا پیدا کردن کتاب‌های مشهور و پرمخاطب به شما یک چالش است؟ ما شما را با نویسنده‌های داستان‌های معاصر و کلاسیک آشنا می‌سازیم و راز جهانی شدن آنها و آثارشان را روایت می‌کنیم. 1001 شب برنامه‌ای است که راز جهانی شدن کتاب‌ها را روایت می‌کند. 1001 شب، سه‌شنبه شب‌ها ساعت 10. دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. رحیم دل صاحب، شما در مورد فکر یاد کردین که جوان امروز نباید فکر بکنن. منظورتان از فکر چی است؟ منظورتان این است که باید افکار خود اصلاح بکنن یا منظورتان این است که مکمل فکر نکنن؟ آیا اگر فکر میکنن پس میان فکر و تصمیم چه رابطه موجود است؟ منشه فکر کجاست؟ منشه تصمیم کجاست؟ و چون بعضی ها باید فکر کنن که تصمیم بگیرن نظر به باورهای اکثریت. شما اگر یک وضاحت در این مورد هم بتین. خب مثلا اگر از من خودت پرسان کنی که یک جوان جرمن فکر میکنه کار خوب است یا بد، من میگم فوق العاده کار خوب، به خاطر که جامعهشان شدیداً فلسفی است و ساختار جامعه دارن که فکر اونجا به درد بخوره است. از فکر آدم متفکر میشه، از فکر اونجا آدم مفکوره ایجاد کرده میتونه. ساختار ما که وضاحت کنیم، فکر تقریباً لغت یا حالت شدیداً مشابه با تشویش و اضطراب شده. ما میشینیم ساعتها در کله خود یک دنیایی که با دنیای اصلی مطابقت نداره، متوجه باشیم، یک دنیا جور میکنیم و در اون دنیا ما درگیر میشویم. این فکر ما برات میگم، این که مثلا فکر اندیشه باشه، فکر نگرش باشه، در زیر دست یک مرشد باشه، پیش یک نفر باشه، این فکر طرف یک مسیر ببره، خب نور علی نور، این بهترین است. ولی متاسفانه جوان ما هنوز آماده نیست، هنوز بارجامی زور نداره که جوان ما با فکر خود کشتی گرفته بتونه، چون بلاک هایی که فکر میسازه ما تا هنوز نشناختیم، نه در ادبیات رسانه‌ای داریم، نه در ادبیات گذشته اکابر تمدنی ما داشتن، ولی اونا را مردم از یاد برده. فکر اساساً وابستگی داره به بیکاری و در بیکاری میشین آدم فکر میکنه که بر بیکاری خود دلیل ایجاد کنه. چرا ما بیکار است و چرا بیکاری ما بسیار جالب باشه. باید در غیر از او که باید از او رنج ببره، دیگه هیچ کمال نداره. بیکاری باید خود یک معضل است، بیکاری یک معضل است، باید حلش کنه. یک
دیگه شما گفتین منشأ تصمیم امرای فکر زیاد وابستگی نداره. متوجه باشین صافی صاحب، جوانای ما باید این گپ هم درک کنن که زندگی انسانا در کره زمین 30 سال پیش شروع نشد، 50 سال پیش شروع نشد، 100 سال پیش شروع نشد، هزارها سال شد که زندگی انسانا روان است در کره زمین. مردمان شیشتن مکمل زندگی را برای سیستم شمیت دقیق گفته که صبح بیدار میشی، اول کار، دوم کار، سوم کار، پنجم کار، دهم کار، باز شو میشه میری راحت استراحت میکنی. این کارا تعریف شدگی موجود است. ما باید اینقدر از عقل و از منطق بیرون نشویم که ما فکر کنیم که دنیا ما اولین آدم هستیم که در این دنیا آمدیم و هر چیز ما خودم باید بفهمم، خودم باید تحلیل کنم، خودم باید تصمیم بگیرم. مثلا چی است؟ برو ورزش کن، فکر کار نداره، 100% مفاد است، یک جای خوب باش. برو یک کسب یاد کن، فکر کار نداره، 100% مفاد است. برو درس بخون، زیاد سرش فکر نکن، 100% مفاد است. برو پرسان خویشاوندا، 100% مفاد است. زندگی یک پدیده تعریف شده است. متوجه باشین قبله اجتماعی ما متاسفانه جامعه غرب است. در جامعه غرب جوان شکست و جوان تا حد شکست صافی صاحب که مرد بودن و زن بودنشان هم بر هم خورد. دقیق. و اونمو تشنجات جامعه غرب جوان ما تو امرش کشتی گرفتگی 16 در کابل. بنده خدا تو چی به اوگه؟ از ما زن هم معلوم است، مرد هم معلوم است، عروسی هم معلوم است، خانه هم معلوم است، مسجد هم معلوم است. رسم روزمرگی که چی رقم یک روز مثبت آدم داشته باشه، یک روز به درد بخور آدم داشته باشه، تعریف شدگی است. اگر از لحاظ دین بگیریش هم تعریف شدگی است، دمی ظرف تمدن ما شما. اگر از لحاظ دنیا بگیریش هم تعریف شدگی است. صبح وقت بخی برو مسجد ببین که چقدر فکرت آرام میشه. ولی اگر این برنامه رو نداری، انگیزش نداری و در موبایل درامه های یا سیریال های اروپایی رو میبینی و خود با اونا یک رقم مکس میکنی که نه در غرب استی نه غربی استی، ولی در کابل شیشته هم فکر میکنی که در غرب استی هم فکر میکنی که غربی هستم، مشکل است. درون کلر جور نمیه. نه درون کلر تکه میکنه، هیچ چیز جور نمیمونه. از این حالت باید آدم برای تصمیم چی را میگه؟ تصمیمی را میگه که با فطرت من چند کار خوشایند است. من مثلا از جوانی نیمه خشن بودم، ورزش رفتم، ورزش تا قهرمانی خوب درجای بلند رساندمش. درس خواندم تا خوب جای بلند رساندمش. زیاد فکر نبود در پشت زینا صافی صاحب. در پشت زینا پابندی بود، در پشت زینا دیسپلین بود، در پشت زینا حاضری بود، در پشت زینا انگیزه بود که من باید بهترین باشم. اینا تعریف شدگی است. یک جوان ضرورت نداره که همه کائنات باز تعریف کنه. ده گپ برو از یک کلان خود یاد کنه، 3 دانش عملی کنه، زندگی جور است. به این خاطر من میگم که زیاد فکر کردن کار نیست، که حالا بیشتر سر از نو قلم بگی مشق تمرین که دنیا چیز، کائنات چیز. من اگر در اون سطح آدم میتونه بسیار خوب است، ولی به اون نگرش بسیار کم جوانا میره. اکثریت جوانا قرار در کنج خانه میشینن، در یک جای متاسفانه معتاد میشن. به اعتیاد رو آورده جوانای ما، زینمی بی برنامگی. 2 کار، 3 کار، 4 کار اگر در روز داشتی که هر روز او کار کنی، تو برنامه ست است. وجود باید یکم مانده شود. اگر وجود مانده نشد خود. مثلا ما شما دیگه مشکل که داریم، جوانان هم خدا زیاد غذا میخورن، زیاد غذا خوردن هم با فکر سازگاری خوب نداره. باید تا حد باشه. کل حکیمای جهان مطالعه که کلشون میگن کمخوری بهترین حکمت است. این موضوعات است. یک جوان اگر میخواه که واقعا رشد کنه، اساسات تعریف شدگی است. برو و 2 دانه کتاب امام غزالی را بخونه، کل راه و چاره مشناسه. برو و در خانواده خود، من مطمئن هستم که سیریش سفید است که راهنمایی کرده میتونش. من مطمئن هستم اگر در همون محله‌ای که زندگی میکنه یک سیریش سفید پیدا کرده میتونه که راهنمایی کنه. و دوم دیگه متوجه باشین صافی صاحب،
همراه جوانای ما خانواده ها هم بسیار، چون همه چیز شکست، هم قصه اشغاله که قبلا گفتیم، خانواده ها هم امی حالت تنبلی جوانا را تحمل میکنن. من پیشنهادم بر خانواده هایی است که نکنن تحمل، برش بگه بره صبح است و مرد هستی، برای از خانه برو کار کن، کار کردن نمیتونی برو داوطلبانه مسجدت جارو کن. و به این خاطر من میگم که باید تحرک در این جامعه ایجاد شد. زندگی تعریف شده است. و رحیمدل صاحب، شما در صحبت‌های قبلیتان پیش از وقفه در مورد فیلم ها هم یاد کردین، در مورد فضای مجازی و فیلم ها هم وضاحت بیشتر اگر بدین که چقدر بالای انگیزه یک جوان تاثیر منفی گذاشته. یک موضوع که من بارها و همراه یکی از مهمانای قبلا آمده بودن ایده صحبت کردیم، خود ریلز های صفحات مجازی بسیار مخرب بوده اکثرا، چون یک بمباردمان اطلاعات ایجاد میشه، ذهن به حد میرسه که میگه من میفهمم همه چیز. وقتی که همراه بحث همراه یک شخص آغاز میکنه، فکر میکنه که من در یک مورد 100% میفهمم و یک تخیل و تفکر دانسته بودن برای جسم میده. چقدر مخرب از خود فیلم هایی که البته با فرهنگ ما تطابق نداره و خود صفحات مجازی. خب ما باید خط بین خود و بین سرگرمی مجازی را کشف کنیم. متوجه باشین جوانای ما که فیلم میبینن خدا بچه فیلم خیال میبینن، جوانای ما که ریل میبینن اونم موتر از خود خیال میبینن و امو رقم قیاس کنین کلگا پا. خط باید کشف. و من طفلای خود امرایش فیلم میبینم، فیلم دیدن من مشکل ندارم، ولی اونا را میگم که بچم این ساعت سرگرمی ماست و اونو تلویزیون که گل شد هیچ چیز نیست، صرف ماستیم. او یک سرگرمیگه که هست که جور شده، ما ازش با یک عنوان میشینیم، یک ساعت فامیلی است، با هم فیلم میبینیم، خلاص. جوان ما این خط کش نکرده و این به نهایت امو قسمی که شما گفتین مخرب است. یک توهمی ایجاد میکنه که خب کم اگر دگاه میگه به اصطلاح ریشه یابی کنیم، بحث اساسیش عقیده میشه. من دوستار همیشه میگم سرزمین محکم عقیده اگر استاد شدی، هر جایی که بروی کارت جور است، هر کاری که کنی کارت جور است. تهداب قوی خود باید بشناس آدم. مثلا من وحید رحمدل در کابل زندگی میکنم، فیلم میبینم، حال از من ریش ما سفید شده، خودم جوانیم، من خود بچه فیلم خیال نمیدیدم، به خاطر که من برنامه داشتم، قهرمان ورزش بودم، قهرمان ورزش رزمی بودم، من خودم بچه فیلم بودم، به اصطلاح عامیانه بود. خیال نبیبینین چیزی که خوشت میاد برو پشتش. و فیلم دیدن تا حد متوجه باشین، امرای جوانا صافی فعلا اگر گپ بزنیم در یک حالت برهم ریخته زندگی حقیقی و زندگی مجازی، یک دنیای منحصر بر فرد خود ایجاد کردن که پر از توهمات است و در درون زندگی میکنن. هیچ من حتی از طریق همی برنامه شما بر جوانان میگم اگر کدام جوان واقعا میخواه که یک تحرک، یک انقلاب در زندگی خود ایجاد کنه، از روز 1 ساعت زیاد از موبایل هوشمند استفاده نکنه. اما 1 ساعت هم ایمیل داره، واتساپ داره، هر چیزی که داره کلش که چک کرد، پس بند کو، دیتای تا آف کو، در جیب بانش. باز 6 ساعت باز بکشش، 10 دقیقه چک کو، کدام چیز امرجنسی نبود، پس آفش کو، در جیب بانش. در روز 6 دفعه اگر موبایلت به 10 دقیقه چک کنی، 1 ساعت شد. اونم قدرش منصفانه است. از او زیادش اعتیاد ایجاد میکنه، از او زیادش متوجه باشین. و این بسیار مهم است بر جوانان را بفهمن. صافیسه این شبکه های مجازی، فیسبوک و تویتر که حالا ایکس است و اینستاگرام و تیک تاک و اینا، در پشت هر کدام از اینا کم از کم 1000 دانشمند روانشناسی شیشته و او دانشمندا بالاترین و هوشیارترین نفرای امورشته خود هستند و این 1000 نفر متخصص روانی که در
لابراتوار فیسبوک و این و آن شیشته یک وظیفه داره و او وظیفه چی است؟ معتاد تلفن بسازه. ما خودت به هیچ عنوان اقدر توانایی نداریم که 1000 دانشمند روانی را مفکوریش بخوانیم و متوجه باشین به حد اونا امی روان ما را فهمیدن که این همیال کل معتاد است، بیشتر از ما خود شما کل معتاد است. اونمو فیسبوک و اکس و تویتر و اینستاگرام و تیک تاک و اینا یک وظیفه داره، خودت معتاد تلفن کنه، کانتنت، خودت پروداکت هستی، خودت حال تجارت هستی، یعنی توجهی را که میدی بر تلفن اینی تجارت است. قسمی که میگن هیچ چیز رایگان نیست و اگر رایگان است بدان که خودت محصول هستی. اونم گپ اینا میاد که تلفن‌ها در رابطه ماست. در فیلم‌ها متاسفانه فیلم‌ها باز افراطی میشه و در درون کله ما یک فریمورک کاملا منحصر به فرد که هیچ کس نیور دیده میتونه، نیور درک کرده میتونه، نه منطقش فهمیده میتونه. باز جوان ما از داخل زو زندگی را شروع میکنه، یک مخلوط فیلم و حقیقت به نحو خود و به توهمات خود جور میکنه. نه، فیلم اینما قدر است، تلویزیونت روشن شد، لپتاپت روشن شد، موبایلت روشن شد، فیلم دیدی خلاص شد، گلش کن، سرگرمی بود خلاص شد، مثل که یک چند دقیقه هم رای دوستا میشینی خنده میکنی، خانه میری خلاص شد تو محفل. فیلم باید این قدر باشه. اگر یک شخص در ضمیر ناخودآگاه خود یک فیلم را قسمی گفتین تصور کرده و فکر میکنه که من شخصیت و کرکتر اصلی ام و فیلم در دنیای واقعی هستم و یک شخص فعلا همیاره ممکن است برنامه را ببینه و به می تفکر باشه، چگونه میتونه خود خلاص کنه از تفکر؟ خود تداوی کلی چیزا اگر فلسفی سرش بریم، تداوی کلی چیزا خودشناسی است، عقیده است. عقیده که بجای شد تو میفهمی که نه او بچه فیلم دیگه کس است، ما دیگه کس هستم. عقل که بجای شد این موضوعات و جوانا را ببین صافی صاحب، من پیشنهاد میکنم که جوانای خود ما توصیه مثل جوانای غرب نکنیم که تو تناستی. جوان ما خانواده داره، جوان ما ریش سفید داره، جوان ما سرسفید داره، جوان ما مسجد داره، جوان ما محله داره، جوان ما دوستا داره. بیشینن بین خود برنامه ریزی کنن. مثلا ما اگر ادعا کنم که ما تو جواب هر سوال را که صافی صد میکنه جواب فوق‌العاده‌اش من ندارم. ما از عمر خود، از نگرش خود و الحمدلله ما از زندگی خود راضی هستم، شکر میکشم. چیزی که بر من نتیجه داده ما او را پیشنهاد میکنم. ولی نسخه هر جوان باید توسط خود جوان نوشته شد. متوجه باشین هر کدام ما در دنیا یک فیلم هستیم. بچه فیلم زندگی خودت هستی. اگه بچه فیلم زندگیت کسی دیگر ساختی حیف زندگیت کرده، چون بارزشترین چیز کائنات در وجود خودت حیاتت است. حیاتت به نحو خود باید تعریف کنی که زندگی یا به نحو زندگی هایی که همه جهان اونا را قبول کرده که آدمای خوب بود، که انبیا بود، صدیقین بود، شهدا بود، دانشمندا بود. اونا مردمایی هستن که همه جهان دست به سینه شده گفته اینا آدم واقعا زندگی زیبا را مظهر بودن. کتاب شفیقی بخوان، پشت بچه فیلم اقتدا نکنه، باید آدم پشت یک دانشمند اقتدا کنه. مثلا در فیلم ها اخلاقیات است، موضوعات بسیار عمیق است در باز فیلم ها، ولی ما فعلا به این خاطری دروازه را بند میکنم که جوان ما دو حد نرسیده، دو جای نرسیده که تفکیک کرده بتونه که و فکر نمیکنم که اکثریت تو فیلم ها رو ببینن برشان خوشایند شه بر جوان ما، چون اکشن و چیزا خیلی خوشا به اون خاطر بیشینن پشت بر یکی زانو بزنن، درس بگیرن، ریاضت بکشن. این نمی رقم جوان ها زندگی در اینجا این نمی رقم بود و به می خاطر زندگی ما بسیار خوب بود و باید دوباره او را احیا کنیم. حتمی است. غیر از اون زندگی بسیار متشنج و بسیار تلخ تجربه میشه از درون خود کله آدم. بسیار زیاد تشکر رحیم دل صاحب گرامی. با امید از این که بتانیم دوباره او روزهای خوب و او عنعنات و او معنویات را دوباره بتانیم تازه بسازیم و دوباره بتانیم احیا کنیم. دوستای عزیز یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم.
به دنبال یک برنامه جامع معلوماتی هستید؟ آیا می خواهید از 0 تا 100 پیشرفت بشر را زیر ذره بین ببینید؟ آیا سوالهای مبهم در ذهنتان درباره تکنولوژی، ساخت و ساز، هوش مصنوعی و تکنولوژی طبی مانده است؟ پس با ما باشید در برنامه آگاهی. برنامه آگاهی پل است میان شما، علم فناوری و پیشرفت بشریت از دهه‌های اخیر تا امروز. بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. آیا دوست دارید به جهان کتاب سیر و سفر داشته باشید؟ و یا کتاب‌هایی دارید که هنوز مفاهیم و نویسنده آن برایتان مبهم است؟ آیا پیدا کردن کتاب‌های مشهور و پرمخاطب به شما یک چالش است؟ ما شما را با نویسنده های داستان های معاصر و کلاسیک آشنا می سازیم و راز جهانی شدن آنها و آثارشان را روایت می کنیم. 1001 شب برنامه است که راز جهانی شدن کتاب‌ها را روایت می کند. دوباره خوش آمدین بیننده عزیز. رحیمدل صاحب گرامی، اگر شما امروز یک جوان 20 ساله می بودین، با شرایط کنی که هست روبرو می بودین و فکر کنین یک جوان میدل کلاس و یا هم سطح زندگی میانه شما زندگی میکردین، چگونه میتونستین که سر و پا استاد شوین و تا مو سن مثلا 25 سالگی یک کسب کار خوب می داشتین و یا هم تحصیل اگر هدفتان بود تحصیل رو میکردین؟ شما نقشه راه خود چه قسم میدین؟ من زیاد دیسپلین داشتم در جوانی، حالا وقدر دیسپلین ندارم، ریش سفید شده، میگم حالا وقت استراحت است. در جوانی مثلا یک مثالش من میگم، پیش از اینکه مکتب برم، مکتب هم از طرف صبح میرفتیم، پیش از اینکه مکتب برم که اکثریت جوانا بیدار میشدن، شمپت یک چیز را میخورد، باز نیمخه و مکتب میرفت. ما پیش از مکتب رفتن میرفتم، خداوند عفو کنه یاد کردن از گپام، نماز جماعت. بعد از نماز جماعت میشستم در صنف حلقه تفسیر در داخل مسجد. بعد از حلقه تفسیر میرفتم ورزش که نظر با وقت سال بود، در زمستان کم می بود وقت، در تابستان بسیار. 4 بجه صبح نماز میخوندی تا 8 بجه 4 ساعت نمابین بود. حتی اینطور وقت شده که ما از ورزش خلاص شدیم رفتیم کورس گرفتیم، بعد از او آمدیم خانه، تازه ما مکتب شروع کردیم. یعنی کسی که نصف جنگ خودم پیش از چای صبح ما دعا میکنم که جوانان مقدر دیسپلین ایجاد کنن در زندگی خود، و بدون دیسپلین که اونمو عادات میشه. عادات خوب حتمی است. ما انسان در فکر عاطفی است، در عمل عادتی. عادات ما اگر سالم نشد که دیسپلین ایجاد کنه چیز جور نمیشه. ما در 20 سالگی دستاورد داشتم، قهرمانی ورزش بود، مثلا تفسیر قرآن خلاص کرده بودم، در مکتب اول نمره بودم اکثرا. و بر جوان امروز اگر 20 ساله است انگیزه نداره، همی 15 الی 17 ساعت را که بیدار است، دی 15 الی 17 ساعت یک 6 ساعتش برنامه بسازه و دی 6 ساعت 1 ساعتش چیز بسازه که مانده شوه، فیزیکی عملا مانده شوه. اگر ورزش نمیکنه برای در یک جای داوطلبانه چوب بشکنه، در یک چوب فروشی برای داوطلبانه یک جای 1 ساعت یکی را بگه من اینجا مزدورکاری میکنم. وجود که مانده شد خو پیدا میشه. جوانای ما اکثریتش از بیخوی صدمه میبینه، قرار 6 تا نان زیاد میخوره، از خانه نمیبرایه، وجودش زله نیست، خو نمیبرش، تمام روز بیکاره، تمام شب بیدار میباشه و در یک تشنج بسیار عجیب و غریب گرفتار میشه.
عادات خود ببینن. در 15 الی 10 ساعتی که بیدار می باشه یک جوان، 6 ساعتش برنامه ریزی کنه، زندگیش جور میشه. 6 ساعتش هم 1 ساعتش یک چیز باشه که فیزیکی. اگر در مورد هدف گذاری هم یک مقدار صحبت بکنیم. یک جوان شخصا هدف گذاری دقیق در زندگی داشته باشه که معلق خود پیش بره و در طول روز شخصا تعقیب بکنه اهداف خود را. اولین هدف، اگر ما یک نفر یک جوان که در یک حالت افسرده و بیچارگی به سر میبره، اولین هدف که ما برش میتونم ای است که صبح از خانه برای دیگر خانه بیاید. از خانه دور باشه. از خانه برای هر کاری که میکنه از خانه برای در درون خانه خراب میشه. دوم، خب شرایط فرق میکنه، بر هر انسان متفاوت است. مثلا یک ریسیپی نیست که تو بگویی که اینی کار کنه کل جوان ها را برش چی باشه. ولی من مطمئن هستم که هر جوان یک نفر را میشناسه که از او کده توانش بالاتر است، چی ذهنی باشه، چی فیزیکی باشه و چی حاضر شوه که شاگردی کنه، حاضر شوه که یک نفر استاد قبول کنه. جوانای ما مثلا فعلا اکثریتشان افتخار میکنن که والا ما کلی چیزا را خودم یاد کردیم، استاد ندارم. بر من که کسی میگه من میگم تو هنوز به پختگی نرسیدی. چون استاد است که آدم به پختگی بلند میکنه. برون یک استاد بگیرن، استادی که همدردش باشه، دوستش باشه، از خانوادهش باشه، که به جزئیات جوان حالتش بفهمه، بعد از اونا برشان برنامه بدن. مثلا بسیار آسان است، من برنامه ای از برای تحصیل کنه، خب این عملی نیست بر کل، ولی این عملی است که یک استاد در خانواده خود یا در دوستای خود بر خود بگیره، هفته 2 دفعه پیش از او بره و یک برنامه از او بگیره که حالتش مشخص بر از او معلوم است. اگر دوستا از طریق برنامه شما میگم، اگر دوستا میخوای که من امرشان مستقیم برنامه‌شان کار کنم، معمولا در کابل هستم، در صفحات مجازی هستم، مشکل ندارم، من همکاری میکنم. ولی باید بفهمی که با کی همکاری میکنی، شرایطش چیست. اگر قرار باشه که نصیحت‌های عمومی کنیم، برن تحصیل کنن، نماز بخوانن، روزه بگیرن، این گپا زیاد عملی نیست. عملی است که یک جوان اگر در افسردگی رفته، اولی کمی شبکه اجتماعی شکسته، پس شبکه اجتماعی خود روی کار کنه، برو امرای دوستای خود بشینه، خنده کنه، از خانه بیرون برای این موضوعات مهم است. صافی سه. و از اینجا اونمون نفر که استاد گرفته، با در نظر داشته شرایط زندگیش، با در نظر داشته امکاناتش، با اونمون استاد خود بشینه برنامه خود جور کنه که بر ما آیا تحصیل کردن در این مرحله مهم است، عروسی کردن مهم است، سفر کردن مهم است، چی مهم است. دقیق. بسیار زیاد تشکر رحیمدل صاحب. و چون صحبت ما در مورد جوانان است، بحث ما در مورد جوانان است، ما یک سلسله انتخاب ها را براتون میگم. شما از بین از این انتخاب ها به من ایره بگوین کدامش برای یک جوان ارجحیت داره. ولی سخت هم هست البته، ولی بهتر است که در موردش صحبت شود. شما دلیل انتخابتان هم بگوین و دلیل از اینکه چرا یکی را اولویت قرار میتین و یکی را اولویت قرار نمیتین. میان ورزش و مطالعه برای یک جوان کدامش شما ارجحیت قرار میتین؟ ما الحمدلله جوانای ورزشکار زیاد داریم، جوانایی که مطالعه کنن کم داریم. نظر به شرایط مطالعه را پیشنهاد میکنم. باید مطالعه، کسایی که مطالعه بیشتر شود. خب اولویت شود با ایمانانی که ورزش نکنن. چون نداریم مطالعه، کم جوان داریم که مطالعه میکنه، زیادتر ورزشکار زیاد داریم. دقیق. میان ازدواج و سیاحت شما برای یک جوان کدامش انتخاب میکنه که ازدواج کنه و یا هم از سیاحت کرده میشه قسم بگوییم که باید سفر کنه؟ بهتر از سیاحت گفتن است. من طرفدار ازدواج هستم برای جوانان، چون مسیر زندگی مشخص میشه و مسئولیت سرشانیش میآید. ولی به هیچ عنوان به این معنا نیست که آداب ازدواج نفهمه و چشم پل بده و بگه الکی استاد گفت حالا من میخوایم عروسی کنم. سیاحت امتیازات فوق العاده داره. من اقدر چیزایی را که
در سفرها آموختم، باورتان بیاید در یک کتابخانه مطالعه نآموختیم. چون با زندگی روبرو میشوی با فرهنگ ها، با تمدن ها، با ممالک، با رسوم، خیلی چیزا را آدم میفهمه. ولی ازدواج کردن، متوجه باشین در تمدن ما یونت اساسی زندگی، چون ما همه اجتماعی هستیم، انسان در تنهایی زندگی کردن نمیتونه. یونت اساسی اجتماع ما خانواده است. اول اونم را جور که باز دگهش گپ بزن، دگهش میشه. بسیار خوب. در زمان فراغت خود یک جوان فیلم میبینی یا سریال؟ فیلم. چرا؟ سریال طولانی است، وقت زیاده میگیره. عادی که من خودم نتونستم که سریال بین شوم، با استثنایی که کدام چیز بسیار خاص باشه. فیلم میبینم 1 ساعت. خب مثلا نمیخوایم که از تلویزیون بر من قدر در سر جور شد که ما امروز زود دیگه باز خویشاوندی داشته باشم که هر هفته یک دفعه بشینیم موضوع زنده و مرده کنیم که سریال 40 قسطش بوده. فیلم در 1 ساعت میبینی خلاص شد، غمشون خلاص میشه، خلاص شد. سرگرمی است، نه سرگرمی به فطرت من مثلا من نمیتونم که سرگرمی را وابسته بسازم. فیلم است روشن که خلاص شد برو. دقیق. میان کسب و کار و تحصیل برای یک جوان کدام شما پیشنهاد میکنین که برای تحصیل کنه و یا هم برای کسب و کار کنه؟ هر دویش مهم است، ولی من پیشنهاد میکنم که هر کدامش که جوانا میکنه کوشش کنن که کاروبار شخصی جور کنن بر خود. اگر از طریق تحصیل میکنن هم هدفش بایدی باشه که کاروبار شخصی بر خود جور کنه، اگر از طریق کسب و کار میروه هم باید هدفشی باشه که کار شخصی خود پیدا. چون در افغانستان مثلا یک ساحه بسیار معادل به هیچ ساحه استخدام ما در سکتور خصوصی داریم. کل استخدام در سکتور دولتی میشه و جهان از این مدل بسیار پیش رفت. کل دنیا حال سکتور خصوصی پیش رفته و ما هم ضرورت داریم جوانای ما که انگیزه پیدا کنه که مثلا اگر تحصیل میکنه هم مسیر باید بره و که خب در آخر ما باید CEO کمپانی خود باشم. اگر کسب و کار میکنه هم مسیر باید قسم بره و که در آخر ما باید از خود یک 6 دانه فابریکه داشته باشم یا یک دکان داشته باشم یا یک ورکشاپ داشته باشم. به این قسم به نظر شما رحیم دل صاحب یک کمک اینجا انفیر که میگن یا نمیفهم که چه قسم براتون بگم، به شکل درست قضاوت به نظرم نشده، چون سیستم‌های اقتصادی را هم باید باز در نظر بگیریم. مثلا اگر در اونجا بیشتر سر لیبرالیسم است، میگه پول باز بیار از هر راهی که میکنی و خب با اون معنا نیست. ما در افغانستان از لحاظ کار و کسب و کار خیلی محدود نیستیم. اگر ما یک طرف زیاد فوکس خود پرتیم، یک طرف کوشش کنیم که کسب و کار خود جور کنیم، این نیاز به پول داره، این نیاز به زمان داره، این نیاز به انرژی داره و این نیاز به و در پولی از او ممکن است خانواده خود انسان باشه که باید بر زینا انسان پول فراهم کنه، بر زینا غذا فراهم کنه. به نظر شما ما در یک چرخه بند نمانیم که برآمدن ازش سخت است؟ بسیار سخت است. من به می خاطر گفتم که مثلا ما بسیار استعدادهای فوق‌العاده را در انجن دولت داخل میکنیم، اونمو استعداد فوق‌العاده را اونمو انجن دولت تکه تکه میکنه. ولی در سکتور خصوصی که حالا نه احسان خداوند است، ما چندین 5 سال شد که امنیت داریم، سکتور خصوصی رشد کرده و هر قدر که نفر دی داخل شد و ابتکار زیاد میشه، هر قدر که ابتکار زیاد شد ساحه وسیع میشه. ساحه دولت وسیع نمیشه. ساحه دولت خب در آینده چی شود او را نمیفهمیم، ولی در طول عمر ما گذشتاره که دیدیم اونم چند وزارت است، اونم استخدام است و ساحه دولت رشد نبوغ مدیریت کردن نمیتونه. در دولت اینم یک نفر یک مامور در حد نبوغ میباشه، یک مامور با واسطه مقرر شده میباشه. این روش است امر اردویش، اونم این امتیاز، اونم نبوغ زو آدم تکه تکه میکنن در 6 ماه، او آدم هم دیگه خلاص میشه. سکتور خصوصی باز چی امتیاز داره؟ من بر خودت کار میکنم، میایم پیشت میگم مسافه است، میگم خودت رستوران داری، اینجا من یک کار دیگه میکنم، در عاید موجوده
ما 20,000 زیاد میشه، 3,000 شمره میدی، تو میگی چرا نه؟ ما کل مصارفم روان است، بر ما 20,000 زیاد میگنی، 3 تو میگیری، 17,000 برام اضافه میکنی، چرا نه؟ برو پیش برو. در سکتور خصوصی است، منفعت که ایجاد کنید تو در منفعت شریک شده میتونی. سکتور دولتی ما متاسفانه تکامل نکرده، سخت نبوغکش است، سخت دیکتاتور است و در اونجا ما پیشنهاد نمیکنم بر جوانها که زیاد تمرکز کنن که ما وزیر شوم و ما رئیس شوم. نه سی او کمپانی خود باش، امپراتور هستی، از خود باید تمثال بسازه. و به نظر شما زندگی در بیرون از کشور بهتر است یا در داخل کشور؟ چون ما فعلا میبینیم که اکثریت جوانای ما اگر پرسان کنیم میگی هدف چیست، میگه رفتن از کشور یا از راه قاچاق یا از راه تحصیل، مقصد پایش از افغانستان برای. به نظر شما کدامش بهتر است و چرا؟ در داخل خب من طبیعت انگلستان دارم، در افغانستان زندگی میکنم، به این خاطر میتونم که اینجا خوب قضاوت کنم. در داخل افغانستان زندگی هنوز هم شرافتمندانه است، رسوم انسانی هنوز هم اینجا است، رسوم رفاقت هنوز هم اینجا است، رسوم خانواده و زنده و مرده و ایگاپا هنوز هم اینجا است. بیرون که بروی در حد آخرش یک کار میشه که تو پس با فامیل کمک میکنی، کلان امتیاز است، ایره نمیتونه که آدم سرش خط کش کنه که کار نشه. ولی در داخل افغانستان هم فعلا شرایط رو به بهبودی روان است و دوم تغییر بسیار کلان که آمد وقتی که ما رفته بودیم اروپا. او وقت ماجر یک چیزی بود که میگفت بیچاره را ملکشان سختی است بیاین. حالا خوب اونجا میبینن در اخبار ماجر بسیار بد میبینن، بسیار ماجر ستیزی شروع شده، عناوین و القاب بر مهاجرین استفاده میکنن که شدیداً تحقیرآمیز است. ما شما مردم چی هستیم بر خود ارزش قائل هستیم. مثلا ما باورت بیا اگر در جنت ما به تحقیر زندگی نمیکنم، اگر تحقیر شوم میگم همین جنت از شما باشه، ما طرف دیوال تیر میشم. در غرب فعلا ما تحقیر میشیم و خیلی تحقیر میشیم، دین ما تحقیر میشه، آیین ما تحقیر میشه، عنعنات ما تحقیر میشه، لباس ما تحقیر میشه، رنگ جلد و رنگ موی ما تحقیر میشه. نمیارزه هیچ چیز، هیچ امتیاز نمیارزه که اینقدر حقارت ما به خاطرش قبول کنم. اگر نه من در لندن در چوکی ریاست کار میکردم، در لندن در چوکی ریاست رسیدن تصادفی آمنیز بچه کاکای تو هم نمیتونت رئیس بسازد، اونجا باید زحمت بکشی که در اونجا برسی. ولی من اعلایش کردم به خاطر که حس حقارت که بر ما میتن او قابل تحمل نیست، هیچ چیز ارزشش نداره که من خود حقیر بدانم. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. و از میان امی جمع انتخاب هایی که شما داشتین که من ایره یک بار میخوانم: مطالعه، ازدواج و در اوقات تفریح فیلم، کسب و کار و زندگی در داخل کشور. در میان از یا کدامش به نظرتان مهم در بین همیش میدارین؟ هم وطنی بران توی کنن جوانو، بشک آروسی کنن زندگیشون جور میشه. بخیر باشین، سلامت باشین. البته من هم شنیده بودم نصایح تا ولی عملی کردیشون 100%. راضی هستی؟ الحمدلله. خلاص انشاءالله که اما انگیزام برای زندگی بیشتر میشه، بخاطر اینکه مسئولیت بیشتر میشه. باز هم بسیار زیاد تشکر رحیم دل صاحب گرامی، بخاطر اینکه در برنامه امروز مسیح حضور پیدا کردین. موضوعات خیلی اساسی مورد بحث قرار گرفت. باور دارم جوانی که این برنامه رو ببینه حتما انگیزش بیشتر میشه، بخاطر اینکه کار و زندگی خود را به وجه احسنش پیش بره. در آخر برنامه قرار داریم رحیم دل صاحب، اگر شما گفتنی دارین و صحبت دارین، پیشنهاد دارین برای جوان امروز، برای بیننده هایی که تا فعلا برنامه را تعقیب کردن، کاملا خدمتتان است. خب اگر جنبندی کنیم صافی صاحب میکل گپاره، جوان ما ضرورت داره که
بین فکر، گفتار و عمل خود توحید ایجاد کنن. دقیق. امی سه پدیده اگر در یک مسیر شد دیگر نه به شنیدن لکچر ما ضرورت باقی میمانه نه به چیز دیگر. آخرین مرحله رشد اونمو است. اگر یک چیز رازی میگیرن اینمی است که فکر، گفتار، عمل این سه را در یک مسیر برابر کنن. اگر عملش نیست گفتارش نکنن. دقیق. این بسیار مهم است چون صفحات مجازی کل را فیلسوف ساخته. بچه 16 ساله را میبینی کل دنیا را مشوره میگو بچه جان برو درس ده بخوان خورد بچه استی. اگر تجربهش ندارن ادعایش نکنن. دقیق. اگر راهش نرفتن لافش نزنن. امیر مراعات کنن. اگر رفتی بگو. اگر گیدی قصه کو. اگر عملش داری بگو. اینمی توحید درونی خیلی جهان بیرون تغییر میده. بسیار. همه قدر. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما بیننده های عزیز که تاییدم با ما همراه بودین. فراشکست را دنبال کنین و زنگوله را فشار بتین تا از برنامه های بعدی ما هم با خبر شوین. تا برنامه بعد، بدرود.